وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یک جوانزن 22 ساله ساکن شهر گلستان در ولایت سوخت با گمان دزدی دستگیر شده است. جوانزن به آن گمان برمی شود که در تاریخ بین 19 تا 22 ایون برای پنهانی از خانه استقامتی زن 34 ساله ساکن گلستان یک گردنبند طلایی ارزشش 20,000 سومانی را دزدیده است. نسبت به گمان برشونده بر اساس قسم سوم ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون برای دزدی به مبلغ بزرگ همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. زنها در تاجیکستان در محبس نظامش عمومی شهر نورک یگانه محبس زنانه در این جمهوری ادای حکم میکنند. حالا در این محبس حدود 300 زن ادای حکم میکنند. بخش اعظم آنها برای جنایت‌های چون قلابی، کشتار، دزدی و برخی برای قاچاق مواد مخدر به زندان افتادند.